یک موضوع بین المللی ورد زبان در روزهای اخیر حمله غیر چشمداشت ارتش اوکراین به خیبگاه رقیبش روسیه شده است. نیروهای اوکراین روز 6 آگوست سال 2024 مرز روسیه را گذشته دهها نقطه اهالی نشین و 100 کیلومتر مربع از قلمرو ولایت کورسک این کشور را نه فقط اشغال کردند، بلکه در این منطقه اشغال شده ظاهرا برای دراز مدت سنگر گرفتند. روز 12 آگوست سال 2024 در یک جلسه که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با اعضای شورای امنیت، وزیران قدرتی و والیان 3 ولایت با اوکراین هممرز کورسک، بلگراد و برянسک دایر کرد، اجرا کننده وظیفه ولایت کورسک الکسی سمیرنوف اعتراف کرد که امروز 28 منطقه اهالی نشین تحت نظارت رقیب قرار دارد. عمق خط جبهه در ولایت کورسک 12 کیلومتر و برش 40 کیلومتر را تشکیل می دهد. این رقم‌ها به پرزیدنت پوتین نفورید و او سخن والی کورسک را بریده ایرادش گرفت که رقم‌های مربوط به دور بر خط جبهه را باید حربی‌ها گزارش دهند و او باعث والی نقل کند که مسائل اجتماعی از جمله جهت کمک به ساکنان از مناطق جنگ زده فرار کرده را چگونه حل کرده ایستاده است. پوتین اخیراً امر داد که بر کدام از ساکن فراری 10,000 روبل یا حدود $110 کمک رسانند. پوتین در این جلسه اوکراین را به آن ابدار کرد که با حمله به قلمرو روسیه میخواهند در پشت میز مذاکرات آینده موقع برتری را به دست بیارند و همزمان با طول دادن خط جبهه روسیه را به کشاندن یک قسم نیروهایش از جبهه‌های دیگر به ولایت کورسک وادار کرده پیش روی پیشرفت ارتش روسیه در دیگر جبهه‌ها را بگیرند. اما پوتین ادعا کرد که این روزها پیشروی نیروهای روسیه در دیگر جبهه‌های جنگ اوکراین گویا برعکس صورت گرفته است. روز 12 آگوست رهبران اول اوکراین نیز بار اول پیشرفت‌هایشان را در ولایت کورسک را شرح دادند. سرفرمانده ارتش اوکراین الکساندر سیریسکی که توسط ویدیو در جلسه دایر شده در حضور پرزیدنت این کشور ولادیمیر زلنسکی سخنرانی کرد، اثبات داد که نیروهای اوکراین تا روز 12 آگوست حدود 1000 کیلومتر مربع از قلمرو ولایت کورسک را زیر نظارت خود درآوردند. این نظر به مساحتی که والی کورسک سمیرنوف اعتراف کرد 2 مرتبه بیشتر است. ولادیمیر زلنسکی شام 12 آگوست در مراجعتنامه‌اش گفت قلمروهای در ولایت کورسک اشغال شده منطقه‌هایی است که روسیه از آنها برای حمله‌ها به ولایت سومی اوکراین استفاده می‌کند. او افزود عملیات در ولایت کورسک امکان می‌دهد که اطراف مرز اوکراین از حضور حربیان روس پاک کرده شود. زلنسکی همچنین به ارتش اوکراین برای اسیر گرفتن 10 عسکر و افسر روسیه اظهار سپاس کرد و گفت که این صندوق مبادله اسیران را غنی‌تر می‌گرداند. در همین حال هر روز در اینترنت 10 عکس و ویدیوها نشر می‌شوند که چگونه نیروهای اوکراین و تقریبا بدون دچار شدن به یگان مقاومت جدی مرز روسیه را عبور می‌کنند، چگونه 10 عسکر روسیه از جمله جنگیان بتالون احمد از سوی رهبر چچنستان رمضان قادرف تشکیل شده به نیروهای اوکراینی تسلیم می‌شوند، چگونه ماشین‌های جنگی اوکراین، خندق‌ها و دیگر مانع‌ها با خرج میلیاردها روبل در مرز کورسک با اوکراین بنا کرده گنرال‌های فسادزده روس را به آسانی میشکنند و رخنه میکنند و میگذارند. در عکس‌ها و ویدیوهای نشر شده نیروهای اوکراین در پهلوی ایستگاه گاز سوچه، بزرگترین ایستگاه انتقال گاز روسیه به اروپا، در کوچه‌های دهه‌های اشغال شده و حتی در نزد یک مغازه از شبکه مشهور پتیورشکا دیده میشوند. سربازان اوکراینی در پیش در پتیورشکا شوخی میکنند که برای خرید به پتیورشکا آمدند. اینجا فراوان است. انتقال جنگ به قلمرو خود روسیه پیش از همه به آبروی حکومت روسیه و پرزیدنت پوتین ضربه میزند، چون که در 3 سال جنگی که کرمل میخواست در بین همگی چند هفته به نفع خود انجام داده تمام قلمروهای شرق و جنوب اوکراین با شمول خارکوف و خرسون، زاپاروژه، نیکلای و ادیسا و توکیف را به آسانی مال خود کنند. نیروهای روسیه امروز نه فقط در بطلاق این جنگ خیلی سخت و به مدت طولانی درماندند، بلکه امروز مجبور شدند که در قلمرو خود از ارتش اوکراین خود را دفاع کنند و این واقعیت‌های نوی است که استراتژی‌های کرمل و گنشتاب ارتش روسیه ماه فوریه سال 2022 وقتی نقشه حمله به اوکراین را میکشیدند حتی تصور هم کردن نتوانستند که عاقبتشان به اینجا خواهد کشید.